حرف بزن. برای چند بار توضیح بهتون گفتم دیگه او اعلامی هم مال نبی یک بدن خدا با کارتون همه برو بده دست ما خواهش برفت بالای دیوار بعدشون برفت دیگه. ناخونات هم بلنده دیگه چند روز است اینجوم بلند منه دیگه. خودم برات کوتاش میکنم. نه بابا چی زحمت است شما ناخونگیر بته میخواد. ناخونگیر گم شده قربان. چند بار بگم 100 بار گفتم به وسایل من دست میزنین بذارین سر جاش. چشم قربان. انبر بیار دندوناشو بکشیم. دندونه کی؟ متاسفانه انبر تو بازجویی قبلی شکست. بابا اینا رو ما با پول مردم میخریم. بگو یه ذره ملاحظه کنن. چه خبره؟ احسنت. چشم قربان. الان چی سالمه؟ برق سالم قربان. برق جان هرکسی زیر باز برقار خاموش نکن و چندی تاریکی میترسم اصلا چرا دلم پوست رفت بابا دیوین اتاق. اسکل قرار برقو به تو وصل کنیم. خطر داره برار. ما هم دنبال خطرشیم. حرف بزن. چیش بابا؟ آقا میخواین یه کم دیگه بزنیمش؟ 100 بار زدیمش دیگه. مگه قرار نبود نیرو کمکی بیاد؟ قرار بود 2 ماه بزنیم 4 یکی دیگه بزنه. کو نیرو کمکی؟ قبل از اینکه بیام اینجا تماس گرفتن گفتن دارن میفرستن. کیو میخوام بفرستن؟ قول مرحله آخر قربان. اسمش اژدر قربان. کی بی؟ اژدر؟ منم تعریفشو شنیدم فقط. اژدر از کی تا حالا آدم شده؟ مگه میشناسینش قربان؟ این گوساله قبل از تو اینجا بود انقدر گنزن انداختنش بیرون. کی میاد؟ آقا فریدون آدم با زهر مار فریدون، درد فریدون. احمق تو هنوز نفهمیدی جلو متهم نباید اسم اصلیو بگی؟ اسم سازمانی. نادر. ببخشی آقا فریدون آقا نادر. ای احمق چیکار میکنه؟ مگه میشناسیش؟ آره بابا تو سلمون زرزر میکرد. از سابقه زرزرم داری؟ بابا در از زر مزدم اونجا نشسته بیام داشتم راجع به رژیم غذایی صحبت میکردم این بود چسبم بگم رژیم و فلان. آفریدون یه اصلا عقل سالم نداره. وقتی تو احمق میگی فریدون یاد میگیره میگه فریدون. دروغ میگه. اژدر جان. بله. ما فکر منم بیچه یک معلم یک آقای مینی سفارش گیریم رو آروم تر کاتک بزنن. کی سفارش کنم؟ کی میخوام رو بزنه؟ مو میخواد بزنم احمق. نم دارین چند روز ما باید اینجا کاتک بخورم. آما ندارم. تو حالا هست شما. اشفیلی نمیکنی. آخره که دنیا دستیم شماست. گوه هیچ چالی تا نمره. نه عاشقی مفهمه نه بیپولی مفهمه. زندگی دست شماست باور کو. باخار دیگه چی نگاه می‌کنی؟ باخار گوه هیچی نمیفهمی راحتی. تو خودت هم بیشتر این گاوا نمیفهمی. کدوم تابیه؟ اینجا من اینجایم. جعفر چطوری؟ چطوری مصطفی؟ سلام. قربونت. چند دارم مراد تنگ رفتم. خوبی؟ خدا رو شکر. بیاره. چی بو گاوی میدی؟ بزو چایی که وقت خوردن شه بزو. شیر اومه هست میخی؟ ها میخوام. باید برم بادشون. ولش کن. بخورم بوده. چه خبر دیگه؟ سلامتی خدا رو شکر. چه خبر شما؟ خدا رو شکر. دایی با ادب چجوره؟ خدا رو شکر اونم خوبه نفسی میکشه. تو معلوم از کجای بابا ما هر چیز زنگ میزنیم خونت بابات میگه صبر کن بیاد بهش میگم صبر کن بیاد بهش میگم نکن بابات بهت نمیگه من زنگ میزنم. نه بابا کلا ما شوا دیگه همینجا تو خون برم صبح و شب همینجا. اوه و مردم اینا سر به کوه بیابون میذارن تو رفتی لا گاو گوسفندا. شاید یکی کار دار زنگ میزنه این کارا رو نکنه خوب نیست. حالا چیکار داشتی؟ من کار ده داشتم این دختر پارمیز کار داشت.
کی؟ پارمیز نامزده بود رفت خارج. آرمیس؟ ها باباش پلیسی بود. خوبی؟ چیکار داشت؟ چی میدونم به من نگفت، فقط گفت کار واجب داره حتما زودی بهش زنگ بزنی. زنگش بزن. ها کی زنگ بزن؟ همین یه هفته پیش. یک هفته پیش زنگ بزی الان نمیای میگی؟ خب بشین بابا، اینقدر بالا پایین شما بفهمم دارم چی میگه. بشین. زنگ زد گفت کار واجب داره زنگش بزنی. منم زنگ میزنم بابات میگه خونه نیستی. موقعیت هم خیلی خب ورکو اینا رو شمارهشو بده. ها شمارش داده. کته؟ اوه شمارش تو خونه نوشتم. اوجیه. باید بریم اونجا زنگ بزنی. خانه تو جای قبلی است. ها بخ بریم بخی. چای نخوریم؟ نه بابا بخه پارویس مهمه بخه. یا الله یا الله چیکار افتاد؟ به به آقا غلام سلام. گوشش سنگینه درست نمیشنوه. اوه دایی میشناسیش؟ این کیه؟ اوه فراموشیم گرفته. ها چی چندی خوشحالی؟ میترسیدم بعد افسردگیش خون نشین بشه ولی الان سرحال ماشه. افسردم رفته. های فشار ترک روش زیاد بود افسرده شده بود. خب ترک نمیکرد بهتر نبی همین مریضی ها رو گرفته. نه بعد ترکش نگاه چه انرژی گرفته، همه جا رنگ کرده در دیوار، خوشگل کرده. ماشاءالله دایی خسته نباشی. دایی جان عکس‌ها رو زدم، گلدونا رو هم چیندم. من دیگه خسته شدم. بقیه چیدن اینجا و تمیز کردن اینجا با تو و این ازگل. طور میگه. بله کامل به آقا غلام شناخت دارم. ای بای فرد بسیار با محبت با ادب بفرمه. خسته نباشی. بلش کو اینا ره. اه. شماره رو کجا نوشته ای؟ شما رو اونجا رو دیوار. اه همش رنگ کرده دایی. اه اینجا با تلفن بودم اینجا نوشتم نگاه اینجا رو کجا دیوار. نوشته ای؟ اینجا یا کلش رنگ کرده. همینجا بود نگاه. من تلفن برداشتم گفت صفر یه چیزی بعد اینجا نوشتم رفت اون رو دیوار. دایی چطور رنگش کرده؟ تو چقدر بدشانسی مصطفی. چه خوب شد رنگش ها. دایی یه شماره اینجا بود ندیدی؟